پشت سر هر گناه یک کار خیر انجام دادن کار خوبی است، وسیله بخشش گناه قرار میگیره. ما در آیات سری قرآن داریم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون. کسی مرتکب یک عمل فاحشی شده، حالا یک عمل فاحش از زنا یا بالاتر و پایین‌تر هر چی که باشه، یک عمل شنی که در جامعه خیلی او را بد میپندارن، مرتکب این عمل شده، بعد از انجام یعنی گناه یک مرتبه متوجه میشه، خدا به یادش میاد چرا این کارو کرد. شاید هم ممکن خودش نفرین میکنه که در شأن تو، در وصف تو نبود که تو چرا این کارو بکنی. الله میگه کسی که بعد از انجام گناه خدا به یادشان میاد و سپس استغفار میکنن و تصمیم میگیرن که دوباره اصرار نمیکنن، ولم یصروا علی ما فعلوا، دوباره تکرار نمیکنن این گناه را، حقا که خداوند بخشاینده و مهربان و به خدا میبخشونه 100%.